کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 مارس سال 2023 با نشر چند عکس خبر داد که کارمندانش روز 7 مارس در ولایت با تاجیکستان مرز بودکند از کوشش به قرقیزستان انتقال دادن ناقل‌های برقی استیصال تاجیکستان جلوگیری کردند. گفته می شود در چارچوب یک عملیات ضد قاچاق یک ماشین رنگش سفید تمغه فولکسواگن تحت اداره شهروند قرقیزستان منع کرده شد. در جریان تفتیش در بردان این ماشین که از ناحیه مرزی لیلک به درونتر قلمرو قرقیزستان حرکت داشت به مبلغ بیش از 500,000 سوم ناقل‌های برقی استیصال تاجیکستان را پیدا کردند که به طور قاچاقی انتقال داده میشد. کردار ضد قانونی این شهروند قرقیزستان رسما حجتگذاری شده. ماشین او را همراه بارش همچون دلیل شیعه گرفتند. در رابطه با این حادثه چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی ادامه دارد. قرقیزستان مرزش با تاجیکستان را از 20 مای سال 2021 بلافاصله بعد از اتغارهای خونین در مرز این دو کشور برای روی ساکنان و ماشین‌ها بست و این قریب 2 سال باز انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است. هرچند بشکه قرار بستن مرز را به پاندمی کرونا ویروس ربط میداد، ولی منصبداران قرقیز چند بار اصرار داشتند که مرز را تنها بعد حل تمام مسائل مرزی با دوشنبه از نو خواهند گشود. چند پیش جانب تاجیکستان از احتمال در روزهای نزدیک باز شدن مرز بین دو کشور خبر داد، ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان این را رد کرد. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های باسی که اساساً در مرز دو کشور جوگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شود. در سال آخر 2021-2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور بیش از 200 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.